همونطور که میدونید یک چند روزی هستش که در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده یک ایده به سرمون زده و اونم این هستش که بخش خبری 23 به عنوان پربیننده‌ترین بخش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو تحلیل بکنیم، دروغ‌هاشو برای شما در بیاریم و با چیدن یه سری تصاویر و عکس‌ها کنار هم دیگه دروغ‌هایی که خیلی تابلو و لاکچری به مردم میگن رو برای شما در بیاریم که شما آگاه بشید، بدونید که در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران وقتی یه خبری پخش میشه پشت پردهش اونی نیست که شما میدونید و میبینید. بعضی از خبرهایی که پخش میشه خبرهای پوششی هستش که قراره مثلا در روزهای آینده یه سری اتفاقات عجیب و غریب بیفته و ما اونها رو به شما نشون میدیم و یه سری اسامی رو در بخش خبری میگن، مثلا میگن دالزار، رزه، ژته، مثلا ما اینا رو نداریم و اگر اسامی رو اینا بخوام با صورت حروف اختصاری بگن ما تصاویر و عکساشو رو نشونتون میدیم. مثل این کس که میبینید ایشون سلطان گوشت هست و وارد کننده سلطان گوشت که امروز در بخش خبری 23 به اون اشاره میشه، ولی خب تصویر یا اسمی از این آدم نمیده که ما اون اسامی و تصاویر رو به شما نشون میدیم که آگاه بشید که پشت پرده داره چه اتفاقاتی میفته. لطفاً قبل از هر چیزی کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، حتی اگر از این آدم‌ها خوشتون نمیاد به حال ویدیو اگر لایک بشه بالا میاد و همه میتونن خبرها رو ببینن و برای دوستان خودتون حتما به اشتراک بذارید. خب آغاز میکنیم بخش خبری 13 مرداد 1397 شنبه رو. شب بخیر، خوش آمدید. بررسی سیاست‌های جدید ارضی و رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی در مثلث قوا. خودشونو کشتن 3-4 روزه، هی میگن میخوایم بررسی کنیم، میخوایم بگیریمشون، میخوایم بنازیمشون زندان، میخوایم همه کار انجام بدیم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ اسامی در بخش خبری اتفاق نمیفته. این فقط سوپاپ اطمینانی که به مردم میگن داریم پیگیری میکنیم، داریم یه حرکاتی میزنیم که ارز کنترل بشه. خب رؤسای سه قوه در جلسه شورای عالی اقتصادی به سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بله گفتند. تازه گفتن برای کنترل بازار ارز بله میگیم. آقای جهانگیری که گفت ارز 4200 و بالاتر نمیاد. خب حتی این آقای جهانگیری میدونید که حالا یه ویدیو نشونتون میدم که داداشش خودش یکی از اختلالگران بازار ارزیه. محض اطلاعتون آقای برادر ایشون حالا نشونتون میدم، مهدی جهانگیری، حالا در ویدیو خودتون متوجه خواهید شد. خب سیاست‌های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه بحث شد، مورد تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. عمدتاً جهتگیری سیاست‌ها بر این هست که کالاهای اساسی کشور که مورد نیاز جامعه هست و مورد نیاز عامه مردم هست با نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام میکنه، نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام میکنه، پس اون 4200 که شما گفتید چود، یعنی از رو نمیرن، همچین لاکچری دروغ میگن. خب اصلا 4200 هم که به روش نمیاره. خب به جای اینکه صدا سیما بگه آقا این قضیه 4200 تومانی که شما گفتید ارز دولتی به کجا رسید، اصلا سوال نمیپرسه و صدا سیما اصلا این قضیه رو پروموت نمیکنه. پور در کشور تأمین بشه و دستگاه‌های اجرایی تا مرحله نهایی در بازار بر نحوه تأمین اون و واردات اون و عرضه اون در بازار نظارت داشته باشه. برای فعالان اقتصادی تسهیلاتی فراهم شد که فعالان اقتصادی که من و شما نیستیم، عموما اونایی که ژنشون خوبه یا فاضل آبزاده یا همون آقازاده‌ان یا امثال هستن که به سیستم و دولت وصلا این تسهیلات اختصاص داده میشه. برای مردم عادی که این تسهیلات نیست، از جمله برادر خود آقای جهانگیری. خب جزئیات این سیاست‌ها فردا در جلسه هیئت دولت نهایی خواهد شد. انشالله از روز دوشنبه با مصاحبه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی میکنه و جزئیات اون به مردم توضیح خواهد داد عملیاتی خواهد شد. بله. خب حالا بریم ببینیم که این داداش آقای مهدی جهانگیری کی هستن. این ویدیو رو ببینید، خالی از لطف نیست. شعار عدالت‌خواهی جهانگیری زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که نام مهدی جهانگیری برادر آقای معاون مطرح می‌شود. مهدی جهانگیری معاون سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم که به دلیل حاشیه‌هایی که ایجاد کرد با اعتراضات مراجع تقلید مجبور به استعفا شد. یعنی اگر مراجع تقلیدی که حالا یه عده‌شون هم اونایی هستن که اصولگران اعتراض نمی‌کردن، یعنی آدم حالاها معاون سازمان گردشگری میموند. پس از استعفا شرکتی با عنوان سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا را با 20 میلیارد تومان
و با حمایت اسفندیار رحیم مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس می‌کند. 20 میلیارد تومان. خب ببینید یه چیز جالبم به شما بگم، مثلا اگر طول عمر این افراد رو تقسیم بر سرمایه‌شون بکنید، مثلا روز من یک حساب کتاب کردم، مثلا بعضی از این فاضل آبزاده یا بعضی از این مدیران مثلا روزی 100 میلیون تومان، مثلا روزی مثلا 1 میلیون تومان، 1 میلیون تومان که نه، روزی 100 میلیون تومان مثلا درآمدشون بوده، یعنی از کودکی مثلا نوزاد بودن، مثلا روزی 100 میلیون درآمدم داشته باشن، باز که مثلا الان 50 سالشونه مثلا یا مثلا 45 سالشونه، به اون ثروتی که الان دارن نمیرسن. اینا چیکار کردن که مثلا روزی بیشتر از 100 میلیون درآوردن؟ جز رانتولابی نمیتونه باشه. یعنی اگر تازه اینا به صورت عرف بعد مثلا از 18 سالگی تازه برن سربازی، اونم که اینا میخرن، نه 20 سالگی اگر بخوایم حساب بکنیم تحصیلات هم نداشته باشن، بیان برن سر کار با رانت پدر مادرشون، تا مثلا 20-25 سال حساب بکنید مثلا ثروتشون 100,000 میلیارد تومان شده. چجور تو 20-25 سال مثلا 100,000 میلیارد تومان در آوردن، اونم بدون رانت و لابی؟ اصلا یه چیز محاله. شما در کشورهای اروپایی یا آمریکایی نمیتونید تصور بکنید یه شخصی بتونه انقدر پول به دست بیاره بدون رانت و لابی. حالا تو ایرانش که اصلا دیگه فساد فرا گرفته همین چیز رو. خب ظرف مدت کوتاهی 6 شرکت اقماری بزرگ از جمله بانک گردشگری نیز توسط او با سرمایه 600 میلیارد تومانی و با حمایت‌های دولت وقت تأسیس می‌شود. آقای معاون اول که مدعی اتلاف میلیاردها دلار درآمدهای دولت قبلی است، موضعش نسبت به رانت‌های برادرش در دولت قبل چیست؟ ببینید بانک میزنن، معلومه پولا رو از کجا آوردن، برای خودشون بانک تأسیس میکنن و اینا. خب این آقای جهانگیری چی میگه؟ تخلفات ایجاد شده در بانک گردشگری این مجموعه را به مرحله انحلال سوق می‌دهد. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت 11 ورق بر می گردد و نه تنها به تخلفات بانک گردشگری رسیدگی نمی شود، بلکه شرکت سمگا هر روز گسترش می یابد. خب طبیعیه دیگه، داداشش اونجا معاون آقای روحانی هم هست، دور هم پولا رو میگیرن و میگن آقا بریزیم توی این بانک‌ها، اینا میشن بانک‌های عامل، ارزهای دولتی وارد میشه. ببین پشت پرده ارزهای دولتی و اتفاقات عجیب و غریب و وامای میلیاردی اینجوری گندشون بالا میاد. خب مهدی جهانگیری به لطف حضور برادرش بر مسند دولت و حمایت‌های شریک و نماینده با نفوذش جواد پالیزدار به مرد شماره 1 صنعت گردشگری ایران بدل می‌شود. که میرن هتل میزنن، بانک میزنن، نمیدونم هواپیمایی ایران ری رو قسمتی از سهامش رو میخرن، نمیدونم آژانس هواپیمایی میزنن، انواع اقسام فسادهای جهانگیری. شما که میای در بخش خبری 2030 که حالا ما امروز هم بهش پرداختیم صحبت میکنی و میگی که اعلام سیاست جدید ارزی، شما بر اساس برادر خودت کاری انجام دادی. خب انتخاب او به عنوان معاون اتاق بازرگانی با لابی برادر تسلط او بر بخش گردشگری کشور را قطعی می‌کند. معاونت بازرگانی کل کشور، گوش بدید به این بازرگانی، جلوتر بهش میرسیم. خب اتاق بازرگانی، آخرین نمونه این تسلط اعطای 31,000 متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام و انحصار 25 ساله بهره برداری و ساخت مجموعه هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام است که به شرکت او واگذار می‌شود. خب به من و شما که این رانتا رو نمیدن که. دیدید توی بخش خبری 23 میگفتش که یه سری سیاست ها و یه سری اعتبارات و تسهیلات به یه سری افراد داده میشه، منظورش داداش خودش بود. خب بریم خبر بعدی. در این جلسه رئیس دستگاه قضا هم برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌های مفسدان اقتصادی پیشنهادهایی داد که قرار در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی نهایی بشه. از فهرست نهایی دریافت کننده ها تا فهرست متخلفای ارزی. وزیر اقتصاد از اعلام فهرست نهایی دریافت کننده های ارز 4200 تومانی به زودی خبر داده. یعنی حالا هی میگن به زودی، انقدر در رسانه ها میگن به زودی که قضیه ماسمالی بشه، مردم یادشون بره و هیچ وقت هم مطمئن باشید این اسامی اعلام نمیکنن. حالا بهش هم میرسیم چرا اعلام نمیکنن، دلیل کاملا علمی داره. خب
اونطور که کرباسیان گفته فهرست همه افرادی رو که طبق فهرست بانک مرکزی ارز 4200 تومانی گرفتن به گمرک دادیم تا دقیق مشخص بشه کدوم یکی از این افراد یا شرکت‌ها ارز گرفتن و کالا وارد نکردن. اما اونایی هم که ممکنه دولت رو دور زده باشن یا دولتی هایی که تخلف کردن رو هم دیوان محاسبات به حسابشون میرسه. دیوان محاسبات هم چه جزئی از خودتونه دیگه، چاقو که دست خودشه نمیپاره. خب یک هیئت ویژه گذاشته بودیم برای بحث ارز، فروش ارز و ارزی که بابت ثبت سفارشات در سال 97 داده شده بود که چیزی نزدیک 14 میلیارد دلار هست. این رو فهرستش گرفتیم، داریم تطبیق میدیم. انحرافاتی رو هم دیدیم بین اون چیزی که باید پرداخت میشد و اونی که عرض کنم پرداخت شده. انشالله حالا نتیجه رو خدمت مردم تقدیم میکنم. فکر میکنم تا حد اکثر یه ماه دیگه یک ماه دیگه قطعی میشه. حالا گوش بدید که داستان ارز دولتی رو یکی از این کسایی که اومد تو تلویزیون گفت داستان از چه قراره و چرا این اسامی ارز دولتی اعلام میشه حدود یه ماه دیگه. مثلا دیدن قضیه ماسمالی شد، حالا برید یه ماه دیگه هم یه خبری میاد بالا، اصلا کلا فراموش میکنن که اصلا بخوام بیان این اسامی ارز دولتی بگیره رو بگن. خب ببینیم که چرا اسامی ارز دولت بگیره ها گفته نمیشه. اینجا قشنگ در میاد سوتیش. من اول این رو توضیح بدم. کسانی که تا امروز، نمیخوام بگم همه، تعداد زیادی از افرادی که از این در واقع ارز تونستن استفاده کنن خیلی بخش خصوصی واقعی کشور نبودن. ببین میگه بخش خصوصی نبودن، یعنی افرادی بودن که وصل بودن یا سازمان‌های دولتی بودن. این آقای علیرضا میثاقی میگه رئیس مجمع وارد کنندگان حالا انواع اقسام محصولات، توش برنامه هم زنده است که نمیتونن قضیه رو هم سانسور کنن در تلویزیون خودشون، برای همین قضیه دستشون در رفته. خب و از روز اولم که این اتفاق افتاد، بعد از یه خورده که صدای این مسائل در اومد، ما به عنوان بخش خصوصی مداوم اعلام کردیم که بفرمایید که این ارز به کی داده شده و برای چی داده شده. البته ظاهرا روز گذشته این قضیه اعلام شده، البته هنوز ما نمیدانیم. فرمودن که در واقع از وزارت صنعت معدن تجارت این اسامی اعلام شده به وزارت اقتصاد امور دارایی کشور، در صورتی که الان گفتن دیوان محاسبات داره ورود میکنه. جالبه میگه اعلام شده ما هم نمیدونیم. اینایی که مسئولا نمیدونن، سمت دارن، بخوایم ما مردم عادی بدونیم. خب بعد از 3 ماه، با 3 ماه تأخیر، این خیلی بحث داره. و دوم این که کارت بازرگانی رو اگه بخوایم بیایم امروز تازه اهلیتش رو ببینیم، ما که میدانستیم مشکلات کارت بازرگانی در سالهای قبل هم بوده. چون خب راجع به کارت بازرگانی هم توضیح داده میشه. بریم ببینیم ادامه با خبر چی هستش. پس تا اینجا مشخص شد که این خبر 23 هم پشت پردهش چیه که خود دولتی ها دستشون تو کاره، برای همین اسامی ها اعلام نمیشه. خب خبر بعدی، وقتی سنگاهن راهش رو از خام فروشی جدا میکنه. وزیر صنعت بازم گفتم هر موقع خبر افتتاح توی صدا و سیما دیدید بدونید پشتش زد و بنده. خب امروز در کرمان 2 کارخانه تولید کنسانتره آهن در منطقه جلال آباد زرند رو افتتاح به عملیات اجرایی ساخت یک کارخانه تولید کنسانتره آهن در سیریز زرند رو کلید زد. کارخانه جلال آباد زرند با تولید 600,000 تن کنسانتره از خام 600,000 تن کنسانتره. ببینید من اینجا می نویسم قشنگ براتون در بیاد. 600,000 تن کنسانتره. امیدوارم درست نوشته باشم. بزرگش هم میکنیم قشنگ. 600,000 تن کنسانتره. گفته این کارخونه ها 2 تا کارخونه بودن که در مجموع 600,000 تن کنسانتره تولید میکنن. خب دروغشو در بیارم براتون. خب فروشی آهن جلوگیری میکنن. اونطور که وزیر صنعت آمار داده، این کارخانه با سرمایه‌گذاری وزیر صنعت آمار داده. خب 140 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری 140 میلیارد تومانی. این هم داشته باشید. منم بیارم باید تو لفت کنم. خب بخش خصوصی برای بیشتر از 800 نفر شغل ایجاد کرد. بیش از 800 نفر شغل. خب اینو هم می‌نویسیم. 800 نفر. خب توی خبر به شما نشون بدم چند تا دروغ میتونه در بیاد. نفر شغل. بازم اینو من بزرگ میکنم. بریم این ور. خب شد.
دستش در نکنه. خب این چرا بزرگ نشد؟ 800 نفر داره اذیت میکنه بچه ها. 800 نفر نمیخواد دروغشون در بیاد نفر. خب شغل اینو هم چه عجب درست شد، میاریم رایت تو لفتش میکنیم. پس گفتن 600,000 تن کنسانتره اگر درست داشته باشم، 140 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و 800 نفر هم شغل ایجاد میکنه به گفته وزیر. بله دوره هم هست کرمان. خب حالا میریم یه کار خیلی باحال میکنیم. این داستان من برم اینجا، این خبرگزاری صدا و سیمای کرمانه. خب و اینجا هم مجموعه وزارت صنعت معدن تجارته. وزارت صنعت معدن تجارت امروز 13 مرداد اومد یه خبر زد و گفتش که این واحد تولید ظرفیت تولید 1 میلیون تن کنسانتره. ببینید خود صنعت معدن تجارت این خبر رو زده ها، یعنی به عنوان یک مرجع رسمی. خب 1 میلیون تن، اینجا خود گوینده گفت 600,000 تن، این میگه 1 میلیون تن. خب بعد گفته برای ساخت اون 800 میلیارد ریال یعنی 80 میلیارد تومان. خب 800 میلیارد ریال خب سرمایه گذاری شده و 15 میلیارد سرمایه گذاری ارزی انجام شده. خب میلیارد دلار، 15 میلیارد دلار که این دوتا رقم رو جمع بکنید. حالا 140 میلیارد کجا؟ یه 800 میلیارد و 15 میلیون دلار کجا؟ گفتن دو تا کارخونه افتتاح شده، درسته؟ این کارخونه اول بوده، این کارخونه دوم بوده، هر دوتاش 13 مرداد بوده. توی دومی میاد میگه که 600,000 تن کنسانتره آهن. خب این عدد شبیه اینه. خب بعد 145 میلیارد تومان سرمایه گذاریش بوده. باز اینجا نگاه بکنید 5 میلیارد تومان عدد فاصلش هست. احتمالاً صدا سیما می‌خواسته این خبر رو مثلا پروموت بکنه، خب ولی نمی‌دونست اینجوری گندش بالا میاد. خب بعد یه چیز دیگه هم گفته 250 نفر شغل مستقیم و برای 500 نفر هم غیر مستقیم. خب بعد خب این خیلی باحال در اومد دروغشون. من اینجا اینو دارم رایت تو لفت میکنم. خب درست نشد، اشکال نداره، من بزرگش میکنم که ست بشه. خب حالا سوال اینجاست، صدا و سیما میگه 600,000 تن کنسانتره تا اینجاش درسته. 105 میلیارد تومان در اینجا اتفاق افتاده، بنظری که 50 نفر هم اینجا جابجایی شغلی داشتن. حالا صدا و سیمای کرمان اومده این خبر رو گذاشته تو سایتش. ببینیم تو صدا و سیمای کرمان چی میگه خود خبرنگار. در مجموع برای بهره برداری از این دو کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن 260 میلیارد تومان. 260 میلیارد تومان. این میگه چقدر؟ این خود خبرنگاره میگه 260 میلیارد تومان. میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. خب 140 میلیارد کجا؟ 145 میلیارد کجا؟ 260 میلیارد کجا؟ خب به وسیله بخش خصوصی هزینه شده است و نزدیک به 280 نفر در این دو کارخانه مشغول به کار. 280 نفر هم میرن سر کار. 280 نفر. ای بابا من چقدر غلط املایی دارم. میگه که یه جا گفته 250 نفر مستقیم تو سایت. خبرنگار کرمان میگه 280 نفر. مجری اخبار 23 میگه 800 نفر شغل. آخه ما نفهمیدیم هر کدوم حرف کیو باور کنیم. به خاطر همین وقتی میگم یه خبر افتتاح در میاد، خب اینجوریه که میشه راحت مچشونو گرفت با چیدن خبرها کنار هم دیگه و کلا خبر میدن گتره‌ای. مثلا این خبرگزاری رسمی صدا و سیما ایرانه. خب جولان دلالان در بازار گوشت، ضرر تولید کننده و مصرف کننده در بازاری که دست دلاله. برای ما جای سواله، میگن دست دلاله اما هیچ وقت اسمی از دلال نمیارن. خب که چرا اینقدر مردم گوشت گران میخرن؟ میگه رئیس انجمن صنفی گاودارا میگه برای ما هم سوالی که مردم گوشت گرون میخرن. آقا شما به عنوان رئیس انجمن صنفی حتما گرون میکنید، عمه من که گرون نمیکنه که. خب گپ بین تولید تا مصرف خیلی زیاده که نمیتونن دستگاه نظارتی اینو کنترل کنن و مردم باید بهاشو پرداخت کنن. دستگاه نظارتی نمیتونن کنترل کنن، مردم باید بهاشون رو پرداخت کنن. خب ولی تولید کنن اینجا پولی نمیگیره. امروز مثال بگم گوساله نر زنده
میانگین قیمت کشوریش حدود 15000 تومانه. این وقتی کشتار بشه میشه حدود 30000 تومان، نهایتا با حذف استخوان و وسایر هزینه‌های کشتار غیر ضروری این بعد 42 هزار تومان دست مردم برسه. ولی ما شاهد هستیم گوشت گوساله امروز بالغ و 60000 تومان مردم میخرن. خب این ضعف شماست. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش همین هستش که واردات بی‌رویه انجام میشه و یکی از دلالان گوشت در ایران این شخص آقای حسین سعد سلطان گوشت ایران، ایشون رئیس اتحادیه وارد کنندگان گوشت و مواد پروتئینی هم بوده یه مدت. ببینید ایشون تفسیر حالا درست حسابی ازشون نیست. حسین سعد چرا نمیاد صدا و سیمای ایران به عنوان یکی از مراجع بی طرف به اصطلاح؟ مگه رسانه نباید بی طرف باشه؟ مگه نباید کارش فقط اطلاع رسانی باشه؟ چرا نمیاد اعلام بکنه و اسامی اینها رو تلویزیونی بکنه و رسانه‌ای بکنه که آبروی این افراد بره، که جرئت نکنن قیمت‌ها رو بالا پایین بکنن، که بعد دور هم دیگه اون باج میده به تعزیرات هم نمیاد جلوی مردم بگیره؟ خب چرا تولید کننده که نمیگیره؟ پس نشون میگه واسطه‌گری و گپ بین تولید اینها داره پدر هم مصرف کننده رو در میاره هم تولید کننده رو. ختم دادگاه سامن الحجج. دادگاه‌های رسیدگی به پرونده این مؤسسه مالی اعتباری که از 28 خرداد شروع شده بود امروز به دستور قاضی باقری به ایستگاه پایانی رسید. قاضی گفته رأی متهمان در فرصت قانونی اعلام میشه. من موندم چرا تصاویر این متهمان رو نشون نمیدن. خب بیاد بگه دیگه آقای ابوالفضل میرعلی که الان تصویرش هم دیدید، این شخص متهم ردیف اول پرونده سامن الحجج، این همه آدم مشکلات مالی از این پرونده به دست آوردن، براشون ایجاد شد به اصطلاح، و چرا صدا اسامی و عکسای اینا رو نشون نمیده؟ از چی میترسه؟ به خاطر اینکه آقا پشت پرده با هم بستن، زد و بند کردن دیگه، بعد یه دفعه گندش بالا میاد. مهران مدیری احسان علیخانی هم تو بحث بودن و اینا. حالا قبلا زیاد ورود کردیم به این قضیه، حالا امروز اومدن قضیه رو جمع کردن. آره گفتم پس از 11 جلسه. بعد لحن گوینده رو هم توجه بکنید، اصلا آدم خندش میگیره. خب در جلسه امروز دو متهم ردیف اول و دوم آخرین دفاعیاتشون رو ارائه کردن. متهم ردیف سوم هم پس از 11 جلسه خب بالاخره در دادگاه حاضر شد و از خودش دفاع کرد. در پرونده مؤسسه سامن الحجج بیش از 12,000 میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته و بیش از 370 شاکی داره. حالا همین پرونده سامن الحجج ببینید، صدا و سیمای ایران باعث این تخلف شده. این صدا و سیمای ایران بود که اومد مدام این قضیه رو پروموت کرد، نمیدونم تبلیغات داد بهش. این سامن الحجج رو کرد اسپانسر برنامه مؤثر سایر برنامه‌ها، و این صدا و سیما هیچ وقت نمیاد بگه که آقا ما اشتباه کردیم، ببخشید مردم، ما اینو کردیم اسپانسر. میاد چجوری با چه لحنی میگه پس از 11 جلسه. خب بله دیگه، برای همین هم از اسامیشون اعلام نمی‌کنید. خب تجربه خنک‌های بهاری در چله تابستون با سفر به ییلاق ایران زمین. تو چله تابستون اینا خب به یک گزارش پوششی هستش برای اینکه مردم بگن همه چیز گل و بلبل، مردم آخر هفته میرن سفر و وضعیت مالی همه چیشون هم خوبه. اردبیل خبرایی. مهمترین خبر اردبیل الان چیه؟ بارون و خنکیش دیگه. دمای اردبیل دیشب 17 درجه بود. خنک. حتی بعد انقدر این گزارش پوششی و چرته اصلا لازم نیست بهش بپردازین دیگه. خب که در این فصل گرما خنک‌های استان اردبیل ییلاق ایران رو از دست بدید. راستی آزمایی کارت‌های بازرگانی در اتاق تهران. اونطور که این کارت‌های بازرگانی بود که اول خبرم بهش اشاره کردیم. خب رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داده کار پایش 16,000 کارت بازرگانی برای شفاف سازی هرچه بیشتر و جلوگیری از سوء استفاده و تقلب از هفته گذشته کلید خورده و تا 1 ماه دیگه کارش تموم میشه. خانساری گفته در صورتی که آدرس، شماره تلفن و سایر مدارک پرونده افراد دارای کارت با واقعیت نخونه، کارت ها سریع مسدود میشن. حالا این کارت بازرگانی به جای اینکه اینا بیان بگن که کی صادر کرده، چجوری این داستان از این قرار هستش که اومدن گفتن که 16,000 تا کارت بازرگانی جعلی یا به اصطلاحاً اجاره‌ای وجود داره. نمیان خودشون توی اتاق بازرگانی بگن که کی اینو صادر کرده. خودشون صادر کردن، پولو گرفتن از مردم، کارت بازرگانی ها صادر کردن، گندش توسط دستگاه امنیتی بالا اومده. حالا این جالب، اعضای اتاق بازرگانی هم همسر همین مهدی جهانگیری و اینان دیگه، گندش بالا اومده. بعد من گفتن اوه کارت جعلی توی بازاره، اینو نمیاد صدا روش ورود بکنه. خب تا حالا هم 10% کارت‌های بررسی شده تو زرد از آب در اومده. دیگه. خب نمیان بگن کی اینا رو وارد کرده. خب بریم اینجا یه توضیحات این آقای بابک نورایی رو در خصوص
اتاق بازرگانی بشنویم که اصلا کیا تو اتاق بازرگانی الان در حال حاضر وجود دارن. حالا این کی ویدیوش جالب تره. خب من 1.5 سال روی پرونده اتاق کار کردم به دستور یک مرجعی. 1.5 سال روی پرونده اتاق بازرگانی کار کردم، کاری که باید در گذشته میدادن صلاحیتشون تایید بشه و ندادن. دور زدن دستگاه اجرایی رو، دستگاه اجرایی خب نظارتی رو، چون اکثرا دچار مشکل بودن. کجای مملکت اجازه میده یه منافق بره توی هیئت رئیسه اتاق تهران؟ کجای هیئت رئیسه اتاق تهران هم میگه، شهرستان و جای دیگه ای رو هم نمیگه. مملکت اجازه میده که وابسته به شریک فدایی خلق شاخه اکثریت بره در اتاق تهران؟ پرونده هاشون هست. شما برید اتاق تهران فکر می‌کنی وارد اروپا شدی؟ اصلا یه نفری نمیبینی یه حالت ایرانی داشته باشه، حتی لباسش، کچلوارش، رفتارش، حرف زدنش. حتی خب این هم شعر زیاد میگه. خب برسیم به این بحث این کارتایی هم که صحبت کرده بود. خب واقع قضیه این که یک سری از اون کارت‌های یک بار مصرف یا کارت‌های چجوری خدمت غیر قانونی، اصلا حالا نه خود کارت غیر قانونی، عملی که صورت میگرفته که خیلی راحت هم میشده دنبال کرد. ولی من نمیدونم چرا ما همیشه میذاریم یک در واقع دملی شروع کنه به فعالیت، سرم که باز میکنه باز دو مرتبه دنبالش نمیریم که درمانش کنیم، فقط یه مرهمی روش میذاریم صداها بخوابه، کسی صداش در نیاد. چرا؟ ببینید دقیقاً این پشت پرده اخبار 23 میگن یک مرهمی روش بذاریم که صداها بخوابه، گندا بخوابه. خب واقعا اگر در این راستا آدمی مثل من خلاف کرده چرا اعلام نمیشه؟ پس به این نتیجه میرسیم اون آدمی که خلاف کرده من نیستم، اون آدم یه جای دیگه دستش بسته شده است که شاید به حریمش نمیشه وارد شد. ولی این خیلی کار سختی نیست. اصلا همین من به قبل هم کاری ندارم. از 22/1 به این ور خیلی مشخصه. ما 3-4 تا آماری بوده که عزیزان در دولت اعلام کردن برای مردم. یه بار اعلام کردن که ما 9 میلیارد در واقع تخصیص دادیم. یه بار گفتن یکی از عزیزان اعلام کردن 16.7 میلیارد. بعد یه سخنگوی محترم دولت اعلام کردن 20.5 میلیارد دلار. تناقض آماری که همیشه هست دیگه، دیدیم از آن توی بخش اون کارخونه. خب بعد رسیدیم تا نزدیک 30 میلیارد دلار. هر عددی که درست باشه من این خیلی راحته گزارشش، دیدنش، برای چی این پول داده شده، به کی داده شده، برای چه منظوری است. آیا ما باید به مردممون اعلام بکنیم که ای مردم 2 ماه دیگه همه ما باید از گوشت مرغ و در واقع گوشت گوسفند استفاده کنیم یا همه باید از سبزیجات استفاده کنیم؟ بله دیگه، این به خاطر این هستش که ما اخبار درست حسابی در صدا سیمامون نداریم. خب محتکران روی دور باخت. بزرگترین انبار دپوی برنج خارجی در تبریز و انبار بزرگ داروهای احتکار شده قاچاق در البرز کشف و ضبط شد. قاچاق برنج خب بیش از 4000 تن برنج خارجی اینجا نگهداری میشه، دپو شده. از برج 2 اینجا به قول معروف دلالت شده و از برج 2 حتی 1 کیلو هم برابر اظهارات خودشون به بیرون برای توزیع بین مردم تحویل داده نشده. دپوی برنج خارجی، این که چجور اجازه میدن که این برنج ها بیاد و چجور اجازه میدن که این برنج ها در بین مردم توزیع بشه، این خودش بحث هستش دیگه. به هر حال این خیانتی هستش که به شالیزارها داره انجام میشه. اینکه چرا صدا سیما به این قضیه ورود کرده، به خاطر این بخشنامه هستش. ببینید گفته که پیرو بخشنامه 9/11/96 و مورخ تاریخ‌های ماهای گذشتهش که اومده بیرون توضیحاتی رو داده در خصوص گمرکات داده به مناطق آزاد. گفته که ثبت و سفارش واردات برنج از تاریخ 1/11 تا 31/3/97 مجازه. این یعنی نشون میده که آقا جان من، یعنی دارن یه ضربه میزنن به بخش تولیدات داخلی. ما بارها گفتن که ما از طریق تولیدات برنج خودکفاییم در ایران، اما چرا اجازه میدن برنج وارد بشه؟ وقتی ما خودکفاییم شما باید اصلا عملا ورود برنج در ایران رو ممنوع بکنی و بذاری اون شالیزارهایی که و اون شالیکارهایی که دارن توی شالیزاراشون برنج میکارن اونها برنجاشون رو توی بازار توزیع بکنن. این به خاطر این هستش واردات تو ایران دست دلالا هستش و به خاطر همینی که واردات دست دلالا هستش و این دلالا هم وصلن به سیستم، اینا عملا میگن آقا ولش کن دیگه، اون کشاورزا رو بیخیال، بذار وارد بکنیم یه سودی ببریم دیگه. بعدش هم اون قضیه گند سلطان برنج بالا اومد و اینا. ما سلطان همه چیز هم داریم، سلطان گوشت و موشت و فلان اینا، باید نمیدونم تمدیدش کرده این قضیه رو، گفته که بعد ترخیص بشن اینا.
خودشون بخشنامه دارن میدن که یه برنامه آقای فلتی که حالا ما یه انتقادی هم دیشب بهشون کردیم هم داشت نسبت به این قضیه و گفته بود راجع به مافیای برنج و انواع اقسام بخشنامه راجع به این قضیه اومده بیرون که باید اینا ترخیص بشن و اینا. آقا شما جلوی برنج رو بگیرید که واردات برنج انجام نشه در کشور، مطمئن باشید که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. ولی متاسفانه خودشون میخوان این رانتا، این دل و دزدی ها و این اتفاقات عجیب و غریب بیفته که بعدش هم بیان مچشون رو بگیرن بگن که آره اینا غیر تاریخ مصرف گذاشته بودن و امثال اینها. اینا دروغای بخش خبری 23 بود. من چون همیشه عادت دارم تا 30 دقیقه ویدیو رو نگه می‌دارم و بیشتر از اون نگه نمی‌دارم، خب مجبور هستم که ویدیو رو تو این بخشم به پایان برسونم. لطفاً کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و اشتراک بذارید. حالا اگر دوست دارید که این برنامه طولانی‌تر هم بشه به من بگید که من طولانی‌ترش بکنم. من نمیدونم، چون بر اساس فیدبکی که میگیرم مجبور هستم این برنامه رو تولید بکنم و مرسی از این که تا این لحظه هم با ما بودید.